خوش شاگردان عزیز، امروز همه باوری دارم که درس با تیار نفهمیدم؟ آفرین. الان با من گوش کنید. وقتی که دفتر و کتابخانه میرین هیچ وقت من خیلی بعضی دفترها است در روش هر نمود رسم است همین خیلی رسم رو نخرید اون من همین دفتر رو نخرید انا از همه خوبش من همین خیلی یک چیزی عادی السلام علیکم معلم جان نمیسم السلام علیکم معلم جان نغز سوز میشرمت گشتیم تشکر من نفهمیدم السلام علیکم معلم جان نغز سوز میشرمت گشتیم تشکر من حاضر سلام نمیمی کی من؟ نفهمیدم گوش کن از من یک نصیحت آدم هیچ وقت این خیلی نشون نمیتن این خیلی دشنام حقارت قبیح اومد بیزیر آها خیلی معلم جان خیلی دوتا کلکدو همه این حقارت بیزیر فهمیدی این یک دویمش معلمه تو نمیگویم معلمه شما میگویم شما؟ ها معلمه چی میگویم؟ شما کی را؟ تو را با تو گفته ایستو نکو معلم پدر معنوی حساب میخورد تو من گوش کن از مکتب خانه میریم پدر و مادر هست نی سلام میتینی خانه با چی خیلی سلام میتی من به من خیلی سلام تی خانه با ما خانه با پرره میگم چی میگوی؟ پرره جن نخنده تو نخون با حال خودتو خنده شما بعد پدر و مادری پیری تو میفهمن نمیگفا باید چی گفت میزن؟ باید؟ پاکا خنده تو با حال خودتو خنده تو پاکا معناش چی میدونی؟ چی بود معناش؟ پاکا بیو دستا پستا میخندی شرمانده سر بردار درس مو در زبانی؟ توجیکی سلام تو بگرم زبان است؟ روسی نغز میدونی؟ میدونم سوال چرا مایلش می؟ مایلش یک سوال میتونم گوش کن نغز میدونی؟ میدونم خوندگی کتاب زبان روس خوندگی میدونم زبان روسی میدونی؟ خوندگی کتاب زبان روس خوندگی دست زبان روس خوندگی میدونم خوندگی خوندگی سوال گوش کنم خوش نمیدونم من میدونی وقتی من نگیر دیر شد میدونم من گوش کن من اکو مادامی که درسی ما در زبان تاجیکی یک سوال تو با زبان روسی شد یک سوال من تو رو نغز میبینم این با زبانی تاجیکی کنی همین خانه تو با زبانی روسی ترجمه کن چه خیلی میشد من تو رو نغز میبینم من تو رو نغز میبینم یا تبیا خراشوی جو تو منو نفهمیدی من تو رو نغز میبینم آقیا خیلی تبیا خراشوی جو نشد اینش با درست یک سوال آسان سوال برای صفت پایانی سب چی میشد؟ من سب با زبان روس چی میشد؟ سب яблоко دو تا سب چی میشد؟ دو تا سب دوبلاکا شین شرمنده نشد شین زد دوبا اسم میدونم کنی گفتم که اسم نیستن اسم شو بایی خیلی جمعه نجمه خوب اسم آنی سای نقطه که اسمشا گفت نزن دوامشا معلم اولش نمیدونم معلم مبانش نمیدونم آخرش نمیدونم معلم آخرش چی بود؟ نامیده میشود رسم دیدی؟ معلم دفتر امور از چند رقمی چند؟ 858 900 چلو یک همون رقم 858 941 چه میفهمانه دیگه؟ 24 میفهمم معلم نه همین ما بفهمم 5 تا 5 برابره خیلی چرا میفهمم معلم جون اومد چه پخته تو یک بار گپ زنید از کفوش من تکرار میکنم نه ساش نخوام تکرار میکنی یک بار خود طاقت تو خیلی چی میفهمم خیلی معلم جان گپ التماس یک بار گپ خیلی التماس معلم جان خود دهایت یک بار جواب کرد های معلم جان گپ زنه رقمی ثبت به تلفن شد تو من یگان سوال با نه زبان روسی با نه زبان جواب درست نداده ایستادی میدونی برای چی برای اینکه تو با زبان تاجیکی سلام دادن نمیتونی تو برای همین
حاضر یک لحظه تصور میکنی که تو معلم میشی من شاگرد میشم من طرز درست سلام یک بار نشان میدم از همین روز عبارت آدمای اصلا کلام با اون من همین درست سلام میدم فهمیدی فهمو حاضر تو معلم میشی من شاگرد من معلم تو معلم نی تو تصور میکنی که معلم تصور کنم که معلم شدم تو هیچ وقت معلم نمیشی که این دو نشست کردی مایل است تصور کن فهمیدی داره میبخشید معلم جان عذر بسیار کم تقدیر کردم دیگر تکرار نمیکنم عذر بسیار السلام علیکم درس مونده که کلابرامه درس مونده گوجو میکردی نه درس مونده که گوجو میکردی نه درس مونده که گوجو میکردی درس مونده که گوجو میکردی من معلم حضور گفتی که معلم شد که معلم ما معلم دقل میشی تو معلم باید با مدنیت باشد با فرهنگ باشد خنده کردیم شاگرد قبول کنند ممکن یک بار موقع شد یک بار کار شروع کردیم خنده یک بار دیگر داره السلام علیکم استاد عذر بسیار کم تقدیر کردم دیگر تکرار نمیکنم بچه جبار قاقا کیا کلابرام درس مونده گوجو میکردی معلم کارش نمیخوره یک زنت چیه هر بازنت باری ما تو معلم نمیشی تو خیلیت معلم است نباشا وای به حال فرزند مردم بود شروع با شرمنده